ساکنان ولایت سوخت اعلان شدن روز شنبه هر هفته همچون روز ورزش را جانبداری می‌نمایند. با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت و بخش‌های آن در شهر و ناحیه‌ها هر هفته در منطقه‌های گوناگون از جمله در نزد بناهای استقامتی، باغ و گلگشت و انشاءات‌های ورزشی مشق پگاه روزی و چاره‌بینی‌های مختلف ورزشی راه‌اندازی کرده می‌شوند. در این چاره‌بینی‌های ورزشی ساکنان ورزش دوست با شوق و هوس زیاد اشتراک نموده بدن خود را آب و تاب می‌دهند. هفته سپری شده مشق پگاه روزی در ناحیه باباجان غفوروف با اشتراک ورزشکاران و ساکنان محله‌ها برگزار شد. ساکنان جماعت اونجی ناحیه و دستپروران مکتب ورزشی در این چاره‌بینی ورزشی عمومی فعالانه اشتراک نمودند. مشق پگاه روزی هر هفته در شهر خوجند نیز با اشتراک سرشمار ساکنان راه‌اندازی کرده می‌شود که در آن ساکنان ورزش دوست فعالانه و با شوق و هوس زیاد اشتراک می‌نمایند. هدف اساسی از راه‌اندازی نمودن مشق‌های پگاه روزی این پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و جلب ساکنان به ورزش میباشد. هر صبح مشغول شدن به ورزش امکانیت فراهم می‌آورد که جسم و روح آدم قوی گردد و سلامتی بهتر شود. زیرا ورزش یگانه وسیله میباشد که سلامتی را برقرار و آدم را جسور و نیرومند می‌سازد. بنابر معلومات مسئولین ساحه ورزش این اقدام منتظم در همه منطقه‌های ولایت ادامه می‌یابد تا ساکنان رو به ورزش آرند و طرز حیات سالم را پیش نمایند.